حسین شما دزدی کردی؟ بله. کلاهبرداری هم کردی؟ بله دیگه حتما کردیم دیگه. نه میخوام ببینم کردی یا نه؟ نه خیر. کلاهبرداری نکردی؟ ببین یه سه چیزایی من خوندم تو مطالبی که زده بودن اینا. نه اونا رو فکر کن، من ازت دارم سوال میکنم. خب من آقای حسین تو زندگیت کلاهبرداری کردی؟ پول مردم رو خوردی تا الان؟ حالا ما ان که اینجوری نیست دیگه. نه خیر تا الان نکردم. نکردی کار. فقط میتونم یه توضیح هم بهت بدم. آره بگو. من 2 سال و نیم قبل از اینکه تلویزیون ایران برم بیرون خودم عرضم حضور شما که این قضیه کلاهبرداری رو شده بود برای خودشون. خیلی کدوم قضیه کلاهبرداری؟ یه دونه خیریه بود مال بچه‌ها. ما حدود 5-6 میلیون تومان پول داده بودیم، نه حقوق گرفتیم نه مزایای، کار خیر بود. خب یواشکی هم کرده بودیم. بعد اینا حالا برای سیاست و اینا درگیر شدن با هم دیگه. کیا؟ نمیدونم چپ و راست، وسط نسبت متمایل به راست متمایل به چپ، نفهمیدم چی شد. یعنی دولت عوامل دولتی آره با هم درگیر شدن. دیدم ما چه چهره خوب علم کردن، ولی بعدش چی رو علم کردن؟ این که آقا کلاهبرداری بوده اینا. بعدش هم از ما عذرخواهی کردن و کافی نبود. یعنی من در شبکه تهران بودم کامبیز، از من تلویزیون عذرخواهی کرد، رسما تو اون روزنامه‌ها دوباره زدن عذرخواهی کردن، تبرئه شدم، ولی من به شبکه تهران بر نگشتم. یعنی شما شکایت شده از شما قانونا؟ نه چون من چیزی نبودم. فقط اتهام بود. اتهام بود. پس کسی ازت قانونا شکایت نکرده که شما شاکی خصوصی داری تو ایران؟ مادر و پدرم بسیار. نه شاکی خصوصی داری. مادر پدرم من ناراحتم میگن برگرد. نه لازم قضایی دارم میگم. آره هیچ کسی ازت شکایت نکرد؟ نه مگر اینکه از امشب احتمال 90% 4 تا قوه امضا میکنن. خب آقای حسینی شما خب یه مجری خیلی موفق بودی و کلی نظام جمهوری اسلامی افتخار میکرد به شما واقعا که واقعا ولی شما رو میدونی توی جشن‌های بزرگ نمیدونم رمضان و جشن‌های متفاوت مذهبی شما آره برنامه‌های خیلی موفق اجرا میکردی، پول خوبی هم در میآوردی. آره بعد چی شد که از ایران زدی بیرون؟ مرسی که نمیگی فرار کردی. یعنی واقعا نکته مهم کامل. من عرضم حضور شما که یه خورده زودتر فهمیدم. یه ذره چی رو فهمیدم؟ یه چیزی فهمیدم. بعد اومدم بیرون وقتی که آخرین بار برگشتم جایزه‌ام هم گرفتم. کی دقیقاً اومدی بیرون؟ 84 و 1384. چی رو زودتر فهمید؟ یه ذره چون مجری لایو کامبیز الان تو مجری لایوی من فضا مثال میزنم. نه بودم حالا توی برنامه سیاست‌های اینجا رو میفهمی. نمیشه یه چیزایی رو میفهمی. اگه چیزی باشه میاد. درسته؟ بله. منم یه ذره زود فهمیدم و اومدم بیرون. چی رو زود فهمیدی؟ فهمیدم که چون آیه احمد رضا هم گرمساری بود دیگه. ما هم گرمسار زندگی کردیم برای کنکور اونجا یه چند سالی بودیم. بعد یه چیزایی حس کردم. بعد حس کردم که یه جایی من باید وقت تصمیم بگیرم که برام خطرناک میشه. گفتم زودتر تصمیم میگیرم و زدم بیرون. این چند سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود؟ 5 ماه بعدش. 5 ماه بعد اولین بار. آره 5 ماه بعد از انتخابات. بله بعد از این انتخابات بعد از که زدن مردم و نه اون 4 سال هم دوره اول. دوره اول احمدی نژاد. آره چند سال یه سال فکر کنم. بعد تاریخا من یعنی تو همون صدا و سیما که بودی و با مامورای اطلاعاتی که این ور اون ور میرفتی چیزای فهمیدی؟ نه من با اونها جایی نمیرفتم. واسه مامورای اطلاعاتی که اونجا اطلاعاتی که مهر نزنن این اطلاعاتی اون نیست که. من اینجوری بودم میرفتم تو صدا و سیما کارامو می‌کردم بیرون. خب دقیقاً میتونی بر بیننده‌مون بگی که چی فهمیدی؟ که میگی من زودتر چیزایی فهمیدم زدم بیرون. چی فهمیدی؟ کامیز ما عادت نداریم خانواده‌مون که مرگ برون به این فوش به اون فوش و اجازه هم پدر مادرم به اون ندادن که یهو بپریم واسه یه چیزی بگیم. مردم اگه دوست دارن من حرف بزنن برن توی فیسبوک هم کامنت بذارن که حسینی حرف بزن، اجازه میدیم حرف بزنه. من حرف میزنم، حرف دارم بزنم. ولی این که یه ذات بیام و یه چیزایی رو بگم به من ربطی به من نداره. من یه کار درست کردم، از کشور خارج شدم به خاطر مردمم، کار درستم انجام دادم. حالا هی بیام منت بزنم سرشون یا خودم تعریف کنم. البته مردم ایران یعنی استان تهرانی درست نمیدونن. اون موقع کلاهبرداری به من پیشنهاد شد درست زدن همچین کلاهبرداری رو
یک سال و نیم بعد من برگشتم تهران، جایزه اولم با 86.47% آرا رأیی که به من دادن گرفتم جایزه از تلویزیون. بعد رفتم بیرون. جایزه که اول شدم من، عادل فردوسی پور شد دوم. بعد از کلاهبرداری اینایی که اینا درست کرده بودن ما این کارو کردیم. خود اون 86.47% داره جواب میده اون چی میگی شما؟ در اینکه شما مجری به شدت پرطرفدار بود هیچ شکی نیست. نه هیچ شکی نیست. ولی اینکه بگی مردم بیان از من بخوان که من حرف بزنم بعد من میام حرف بزنم، اینو من قبول نمیکنم. الان شما تو این برنامه هستید، خب دیگه حرف بزنید یا حسین بگو. نه ببین من یه حسایی دارم. نه منظورم این نیست که تاریخچه خودم میتونم بگم. کجا بودی محمد حسینی؟ من از کشور اومدم بیرون، رفتم تلویزیون میدم در امارات متحده عربی، دولت نذاشت، اومد اونجا گفت میکشیمت. دولت ایران اومد توی امارات گفت من میکشیمت اگه تلویزیون بزنی؟ بله. حالا چون بابام نشسته شب داره نگاه میکنه، نه ولی تهدید شدیم. بعد تلویزیون رو کشیدم پایین. بعد گفتن چرا با این آدم تلویزیون میزنی؟ چرا اینجوری تلویزیون میزنی؟ چرا یه سری آدمایی که آوردی چیکار داری میکنی؟ برگرد. 1 سال و 2-3 ماه بعد از اینکه من در امارات متحده بودم، 5-6 تا از مسئولین اومدن که پیشنهاد دادن که برگرد. من نمیدونم چه دست من که میچرخه، ولی برگردم. من برنگشتم، گفتم نه و فشار آوردن. بعد تهدید شروع شد. منم برای اینکه از تلویزیون راحت بشم رفتم دختر پیدا کردم، رقصیدیم با هم هندی ولی جون گامبیز اسپانیاییم قشنگ داره رقص. من دیدم اسپانیایی بخونی البته. آره دیدی خود تلویزیون. خب دبی نتونستی تلویزیون بزنی، تهدیدت کردن، بعد چی شد؟ بعد یه لایسنسی داشتیم ما اسممون توش بود، بعد گفتن این باطل شد. بعد 1-2 دفعه امارات متحده ما رو خواست و بعد ما دیدیم که یه جوری شد و بعد یهو دیدیم تو هواپیما فرار کردیم از اونجا. یعنی فهمیدیم باز اون بوئه اومد که این موضوعی ها نزدیک داره میشه. راک صحبت نمی‌کنی محمد حسینی؟ چرا؟ چی بگم؟ نه به من بگو در تلویزیون ایران چه فشارهای روت بود. مثلا به من بگو که آیا وزارت اطلاعات، مأموران تلویزیون ایران در زمانی که توش کار میکردی چه خطوط قرمزی برات گذاشتن؟ به من بگو گفتن، آیا بهت میگفتن چی بگو؟ تو برنامه نه من چون خودم نویسنده بودم، کارگردان کارام بودم بیشتر 99%، نمیتونستم به من بگن لایو بود، نمیتونستم بگن چی بگو، ولی میتونستم بگن که غلط کردی گفتی. ببخشید اینم نباید میگفتم. نه اونم غلط کردی زیاد بد نیست. بد نیست، اشکال نداره. اگه فقط همینجوری گفتن بد نیست. بدتر از این نگفتن به؟ چرا؟ ببین من یه کاری که اصلا شانسی اتفاقی افتاد، یه مسابقه کار شدن، مسابقه بزرگ سال 74. من شومن اون مسابقه شدم، یعنی به نوعی یه فضای اتفاق خطرناک افتاد توش. اونجا ما یه سری کارا کردیم. من اولین نفری بودم که تو تلویزیون ایران رقصیدم. بعد از انقلاب رقصیدی واقعا؟ 6 و 8 یعنی بندری و اینا؟ بندری و هندی، بندری تا اونجا که میشد. تا اونجا که چطور بهت اجازه دادن برقصی؟ اجازه ندادن. عرض کردم من میرقصیدم، من اینجوری میکردم، بعد میدیدم هیچی نمیگن، یه اینجوری دیگه میکردم، یعنی هی ادامه میدم. یعنی میگم میگفتم چی شده جو؟ میگفت جو نگیره. میگفتم باشه. بعد دوباره فرد. بعد اول نفر بودم که 6 و 8 خوندم تو تلویزیون. اون موقع هر کسی، ببین کامبیز، یه دختر تو کرج بود، یه پسر توی مثلا ایتالیا، اینا سرشون به هم برمیگشت، میگرفتن میگفتن آقا شما به هم نظر دارین، عقدشون میگردن. ما اون موقع 1000 تا دختر و پسر نشوندیم پایین، تو اون مسابقه کار کردیم. مسابقه رنگ و لعاب خاصی داشت. بعد یه فضای ریش و بیریشی که در کشور اینجوری بود و حلش کردیم با اون. یعنی میگفتن هر کی ریش داره آدم مؤمن معتقد با شعوری، هر کی بیریشه کامبیز حسینیه. کامبیز که اسمش روشه، کامبیزه. نیاز نیست ریش داشته باشه. نکته ایشه ما اونو حذف کردیم تو اون مسابقه که آقا اصلا چرت و پرتاش یا ریش ربطی نداره. شما من بگو که آدم سیاسی هستی. من نبودم، ولی من مثل اون یارو که هولش دادم پایین از 100 طبقه بود، میگفتش که میگفتن آفرین چه خوب پریدی، میگفت منو هول دادن. اون زمانی که در تلویزیون ایران کار میکردی با نظام جمهوری اسلامی مخالف بودی؟ با نظام بله. یعنی با نظام جمهوری اسلامی. یعنی اون زمانی که تو تلویزیون ایران کار میکردی با نظام مخالف بودی؟ نه ببین من کامبیز، من مجری نبودم. من خب کار شو کردم. نمیتونم مخالف نباشم. این سوال من میتونم از تو بپرسم، تو الان اگه اینجا یه اشتباهی کنن مخالف نیستی؟
چرا من که مخالفتم اعلام میکنم که همینجوری خب تو اینجا میتونی اعلام کنی، من اونجا که نمیتونم اعلام کنم ولی مبارزه میکنم. ولی در کل اینکه با